رفت شدم. اما روزخورها چی؟ کسانی که طاقت روزه نداشتند، نسبت روزه نفرت داشتند، نسبت روزه تنبلی و بی‌پرواگی کردند، شهوت و نفس بر بالای خودشان غالب کردند، در ماه رمضان از مردم و از خدا شرم نداشته در چایخانه ها و طربخانه ها غذا خوردن و شراب نوشیدن. خدا به اونها چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. شما الان خوردن گیره، در این ماه که بندگان من روزداران و شما تحقیر رمضان و روزداران کردی ایستاده خوردن گیره نوشیدن گیره. اندک زمان است، خواه 1 سال، خواه 5 سال، خواه 10 سال، شما حتما به جزای این قانون شکنیتان میرسید، زیرا شما جنایتکارید. جنایتکار در هیچ عصر و زمان از قانون دولت نجات نمییابد. شما هم از قانون خدا، از عذاب خدا خلاص نمیشوید. آن روز در زندان پرعذاب دوزخ میسوزند، آن روز از دیدن جمال خدا محرومند. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. بنابراین عزیزان من، رمضان مبارک به پاکی روزه گیرید. نگوید سال دیگر که نفقه برام بر روزه میگیرم، نگوید که سال دیگر که تعطیل برام بر روزه میگیرم. توبه را فردا گذاری، عمر فردا را کی دید؟ ماه رمضان ماه مسابقه است. خوشا به حال کسانی که در این میدان مسابقه کوی سبقت بردند و جای اول گرفتند و به مکافات نائل شدند. وای به حال کسانی که در این میدان مسابقه عقب موندند، تنبلی و سستی کردند، شرمنده و خجالت شدند. این سخن حضرت امام حسن مجتبی است. بنابراین عزیزان من، این ماه استفاده برید. خوب، در فضیلت رمضان هرچی گویم هم با ساعتها وقت در کار است. سالهای زیاد الحمدلله از منبر رسول اکرم با شما صحبتهای زیادی در فضایل رمضان داشتم. شبهای رمضان، شاید اکثر شما این نوارها رو داره در خانه. باز خواهش میکنم ماه رمضان که شد این نوارها از نو یک بار گوش کنید با خاندان خود. در ترهیب رمضان یک حدیث کوتاه میخونم، بعد دعا میکنم. اینی کسانی که عذر شرعی ندارن روزه میخورن. کسانی که عذر شرعی ندارن، آره تکلیفات بندگی به قدر طاقت است. خداوند تکلیفات بندگیش برای انسانها فرض کرد وقتی که شرایط در اونها موجود باشد. عاقل باشند، بالغ باشند، مسلمان باشند، تن صحت و سالم باشند. رمضان هم مانند همین است. برای کسان روزه فرض است که سالم باشند، عاقل باشند. البته برای بیمارها روزه فرض نیست. بیمارهایی که دکتر برایشان روزه گرفتن توصیه نمی‌تید. البته وقتی که من دکتر گفتم، طبیب گفتم، عزیزان شنونده، مراد از او طبیب هایی است که مسلمان باشند، از او طبیب هایی است که خود روزدار باشند، نه او طبیب فاسق و منافق. امروز اکثر طبیب ها خود فاسق هستند. این گپ اونها توصیه ها اعتبار ندارد. اگر به شما توصیتی از طبیب مسلمان که برای بیماری شما روزه خطرناک است، شما را شریعت رخصت داده است خورید، یا خودتان از تجربه تان میدانید که اگر روزه گیرید مثل فشارتان بلند می شود، یا مثل که کسلی قند دارید همیشه آب نوشیدن در کار است، نمیتانید نگاه داشته خودتان، میتانید روزه خورید تا وقتی که خداوند شفا تان دهد. وقتی که شفا داد باز افطار میکنید، یعنی با قضایش به یک ماه میگیرید. به هر حال در اسلام بازم میگم حرج نیست. اما کسانی که سالم هستند، کسانی که تن صحت و به قوت هستند، در وقت خانه هستند، کارهای وزنین ندارند، کارهاشان سبوک است، اونها باید روزه گیرند. زیرا رسول اکرم میفرمایند من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت رخصها الله فیه لم یقضی عنه صیام الدهر کله. کسی رمضان مبارک به عذر شرعی اگر خورد،
به رخصت خداوندی اگر افطار کند پس هم پشیمان شود، تمام سال روزه قضایی گیرد، ثواب یک روزی رمضان داشته نمیتواند. بنابر کسانی که با وجود شرایط روزه گرفتن داشتند از روی تنبلی روزشان میخورند، اگر روزه را فرض ندارند اونها کافر هستند، ما به اونها صحبت نداریم، بحث نداریم. اما از روی تنبلی و شهوت اگر روزشان خورند اونها فاسقند، اونها فردا در عذاب خدا گرفتار میشوند. بنابر شمس الدین ذهبی میگوید و عند المسلمین مقرر ان من افطر رمضان من غیر عذر، کسی که رمضان به عذر شرعی خورد فهو شر من الزانی و شر من مدمن الخمر، او بدتر از زناگار است، بدتر از عرق خور است، حتی در مسلمان بودن او شبهه است. بنابر عزیزان من بازم میگم ماه مبارک رمضان غنیمت دانی. شاید در رمضان آینده نباشی جوان عزیز، چرا دیروز من جوان 21 ساله را جنازش خواندم، روز پیشینش دخترچی 17 ساله عروسی را جنازش خواندم. بنابر نگو که سال دیگه و سال دیگه میگیرم، فرصت غنیمت است. گفتی حضرت مولوی که دوگانه کن به مرزای یگانه، همه در بندگی تو در بهانه. چگونه بنده ای تو ای خنگرو، چه سود آن دم که از لحیه کنی مو. پشیمانی در این جا کند سود، ندارد سود بینی آتش و دود. فردا پشیمان میشی عزیزی من، اما او وقت دیگر پشیمانی فایدت ندارد. بنابر رمضان مبارک به پاکی روزه گیره. ابن عباس رضی الله تعالی عنه در یک روایت که حدیث حاکم روایت میکنه، حدیث صحیح است، تصحیح هم کرد از حاکم، رسول اکرم گفتند عور الاسلام و قواعد الدین ثلاثتون، اساس اسلام و پای دیوار اسلام 3 چیز است گفتند. یکی شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله، گفتن کلمه شهادت. دوم و اقام الصلاه، 5 وقت نماز خواندن. سوم و صیام رمضان و صوم، روزه داشتن ماه مبارک رمضان. فمن ترك واحدة منها فهو کافر بالله حلال الدم. کسی اگر این 3 رکن اسلام یکیش قبول نداشته باشد او از ایمان خارج می شود. عزیزی من کوشش کن تا از این طایفه نشو. برای جوانایی که در مسافرت ها هستی تماشای سایتی ما رو دارید. اگر مسافر باشه کارهای وزنین دارید که غیر او دیگر جای کاری سبک براتان نیست، خصوصا در ساختمان ها کار میکنید، میتونید رمضان مبارک شما افطار کنید. وقتی که تعطیل میبرایید، وقتی که به خانه میبیایید، این یک ماه مبارک رمضان حتما قضایش دارید. اما اگر رفت شرایطتان خوب باشد، کارهاتان سبک باشد، عزیزان من نیت اقامت کرده باشه تهجایی شدن در آنجا، رمضان مبارک به پاکی و از این ثواب هایی که الان پیشتر گفتم با نصیب شوید. خداوند برای مسافران در قرآن میگوید و ان تصوموا خیر لکم. اگر شما روزه دارید با وجود مسافر بودن، با وجود بعضی مشقت ها داشتن، باز روزه دارید به خاطر ثواب، به خاطر اجرای امر خدا، اگرچه مسافر ده خدا رخصت داده است افطاره، خدا میگه این ثواب روزه داشتن بهتر است، در پیشگاه خدا پاینده تر است. بنابراین عزیزان من خداوند همه شما را توفیق بندگی عنایت فرماید. ماه مبارک رمضان برای هممان مبارک و پربرکت و ماه اجابت دعا و ماه رسیدن به آرزوها و حاجتها من بگرداند. خداوندا چگونه از سال گذشته تا این سال ما را سلامت به رمضان رسانیدی، خدایا دعا میکنیم اگر تا رمضان آینده باز ما را سلامت داشته باشی، عمر داده باشی، توفیق از ما جدا نکن. آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محمد یا رسول الله،
يا حبيب الله محمد، يا خليل الله محمد.